سلام و درود دوستای نهایت عزیز. امروز موضوع جدید سیخبندی سلب را همراه شما به معرفی میگیرم. امیدوارم انشاءالله برای شما مفید واقع شده باشه. قسمی که در تصویر میبینید دوستای عزیز، ما فعلا مرحله سیخبندی گادرای ریب سلب را تقریبا خلاص کردیم و نهایی کردیم و فقط باقی مانده جای خالی به خاطر 3D پنل یا همون کاغ سقفی که در اینجا مانده میشه. یه ساحات به خاطر کاغذ. خب در اینجا ما دو موضوع مهم را میخوایم همراه شما صحبت بکنم. یکی خب ما در قسمی در تصویر میبینین ما گادرای اصلی داریم. گادرای اصلی ما هستن که در اینجا کار شده و با مو ابعادی که در دیزاین برش مد نظر گرفته شده کاملا اینجا تطبیق شده. و دوما یکی ما سکندر بیم داریم، بیمای تقسیماتی هستن که در بین کاغ یا امو یونولیتی که قرار تقسیمات شود در بینشان این گادرهای سکندری یا گادرهای فرعی ما هستن. و یکی هم ما گادرهای تقسیماتی داریم که همین کاغ با همین کاغ یا یونولیت در موقعیت های مشخصش چی میکنه؟ تقسیمات میکنه که او عبارت از این گادر است. و دوستای عزیز، موضوع مهم که از رویش زیاد تمرکز شد باعث گادرهای اصلی ما هستن با مو ابعاد یا مثلا فاصله های گشتمک که برش مد نظر گرفته شده. یه 100% در ساحه باید تطبیق شود. انجینر ناظر از این باید نظارت بکنه. این موضوع بسیار یک موضوع مهم است. قسمی که شما میبینین فاصله گادرهای اصلی ما سیخ‌های گشتمکش 10 سانتی هستن و سیخ‌های منفی هم در اینجا قرار گرفته در اتکا. سیخ‌های منفی تاپ یا اکسترا بار تاپ با مو فاصله ایلی بر سی که بین دو وایه تقسیم شده. و این سیخ‌ها هم که میبینین دوستا سیخ‌های اصلی ما سیخ‌های 20 میلی است. سیخ‌های 20 میلی کار شده و سیخ‌های 18 کار شده و در سکندری بیمای ما که از سیخ‌های معمولا 14 کار شده. اینا سیخ‌های 14 است. و بیمای فرعی یا تقسیماتی ما که هستن سیخ‌های 12 خود همی ترشه که هستن با سیخ‌های 12 و گشتمک‌های 10 میلی کار شدن که اینا خودی ترشا که هست دوستا یکی خب پیش ساخته میاد در ساحه، یعنی قبل از قبل پیش ساخته جور میشه در ساحه می نصب میشه. و یکی ما در ساحه اینا را به این سیستم شما ببینین گشتمکش کار میکنیم و در ساحه تطبیق میکنیم. معمولا در اکثر جای اینا را به صورت پیش ساخته میاره. این ترشا را به صورت پیش ساخته در فابریکه جور میشه و میاره در ساحه نصب میکنه. انشالله که آماده کاک است یا یونولیت، کاک یونولیت هستن که کاک ما بیا در ساحه نصب شود و کانکریت زیر ریخت شود. دوستای عزیز، پیشنهاد یا نظریاتی رو که شما دارین میشه همراه ما هم شریک بکنین در کامنت ها که برای چیزی را که اگر شما از ما کده بیشتر میدونین در این عرصه همراه ما شریک بکنین و میشه که دوستا از این چی کنه تجربه کسب بکنه. اگر برای شما مفید واقع شد لطفا صفحه ما را حمایت بکنین تا موضوعات بیشتر و خوبتر را همراه شما شریک بسازم. کوشش میکنیم که از 0 تا 100 نوعیت یا طریقه ریب سلب، تطبیق ریب سلب یا بر علاوه از دیگه کارهای RC اسکلت اینا را همراه شما مرحله به مرحله به تصویر بکشم و همراه شما شریک بسازم.